خسرو مگه قرار نبود صبح بری نون بگیری؟ چرا آقا جان گرفتم. چقدر سریع برگشتی؟ صف نداشت؟ چرا؟ اتفاقا صفم طولانی بود، ولی یه دفعه نانوی داد زد گفت کی سیر خورده؟ منم گفتم من. گفت بیا جلو نونتو بدم برو سری. جلو همه نونم داد که برم. تا حالا تو یه روز انقدر تخریب شخصیتی نشده بودم. خب مگه مجبور سیر بخوری؟ سیر نخور. تو این وضعیت گرانی یه شکم سیر نمیشه خورد، ولی سیرم نمیشه خورد. پیچیده حرف میزنی. آقا صفدر، از اداره برق هشدار دادن مهلت پرداخت پول برقتون تمام شده، زودتر بیاین پول برق بدین. حالا اگه ندیم چه غلطی میخوام بکنن؟ هیچی، مثل اکبر آقا همسایمون میگفت پول برق نداده بودیم، دیروز آمدن گازمون رو قطع کردن. یعنی چی؟ پول برق رو ندادن چرا گازشون رو قطع کردن؟ آخه ماموره گفته کمرم درد میکنه، نمیتونم از تیر برق برم بالا. مملکت نیست که کمدی استنداپه، هیچی سر جای خودش نیست. آقا صفدر جان، دیروز تو اینترنت با یه دانشجوی ایتالیایی چت میکردم، داشت از شهر ونیز تعریف میکرد و میگفت ونیز بی‌نظیر قربانتو برم، فکر کن یک شهر کلا روی آبه. پیش گفتم باید به ایران ببینید، فکر کن یک کشور کلا رو هواست. عمو جان فقط تغییر قیمت اجناس تو 2 هفته اخیر رو براش بفرستی معنی رو هوا بودن اینجا رو میفهمه. این هفته فقط یه قلم 50% لبنیاتو گرون کردم پدستگا. الان قیمت لبنیات یه جوری شده که اگه در ماست لیست نزنی 30,000 تومان از دستت رفته. ماست و لبنیات رو ول کنید بابا، بیزارین یه خبر بخونم براتون که دگمهاتون بریزید. نوشته آخوند طاهری دبیر ستاد امر به معروف گفته زیاد بودن زوالگردی نشانه پیشرفت و ثروت کشور است. ای خدا مردم از خوشی. نمیدونم دلار رو باید تحمل کنیم، طلا رو تحمل کنیم، این آخوندهای نکبت رو تحمل کنیم، چی کار کنیم آخه؟ ولی به دسته مایتابه آلیا خانم قسم، شما اگه بری تو هر کشوری بگی مسئولین تو ایران اینو گفتن، یا سری بشت پناهندگی میدن یا با تیر میزنن دیگه زرج نکشی. آخوند مفخور از بس کار نکرده نمیدونه زباله‌گردی چی هست اصلا. ولی من تحقیق کردم آقا جان، تنها کار مفیدی که آخونده حکومتی میتونن بکنن اینه که برن بمیرن. اسی حالا دور از شوخی برای اون دوست ایتالیاییت بنویس ای کاش مثل ونیز شما ما هم روی آب بودیم، حداقل هر شب به اسم جیره بندی قطعی آب نداشتیم که آفتابمون خالی بمونه. جیره بندی که بار مرحله قبل بود. الان پزشکان خیلی جدی گفته اگر باران نبارد باید تهران را خالی کنید. یه جوری گفته پاشین برین شهرهای دیگه، انگار داره درباره کوچ فلامینگوها صحبت میکنه. مگه خیال کردن خارج از تهران سالم گذاشتن؟ منابع تمام شهرها تا آخرین قطره هورد کشیدین. بهش بگو برو خدا رو شکر کن دستمون بهت نمیرسه. اگه میرسید تو اولین سمساری محل با یه مگس کش عوضت میکردیم، دلقک کدو حلوایی. البته راه حل های ارزونتر هم دادن که مشکل آب حل بشه. مثلا یکی از این نماینده مجلسشون گفته از مردم بخوایم که دعای باران بخونن تا باران ببارد. زیرش بنویس اگه به دعای مردم بود که الان هر کدام از شما یه شیخ فضلالله آویزان بودید. گول گفتی خوزه جان. خودم میدانم.